تومن چه خبر بابا؟ یه رنگ سوزن میگیری بیا خودم برات به 2 تومن بزنم. آره عزیز من، تحت کیلویی نیست که من بهت قیمت بدم. شما تشریف بیارین سالن، طرحتون رو با هم انتخاب میکنین، بعد اونجا قیمت میدم. طرح چه سیغه‌ایه باز؟ برو کافلت بگو یه طرح چاپ کن وردا بیا برات بزنم دیگه. گوگل کافلت چیه داداش؟ این طرح رو که همه میزنن. شما طرح اختصاصی خودتو باید داشته باشی تا من بتونم براتون اجراش کنم. با نگهداری خاصی نمیخواد تو پاشو بیا اینجا، بعد بفرستم داروخانه یه وازلین برو بگیر بزن به تتوهات. 3-4 روز هم همون دن. هیچ نگهداری خاصی هم نمیخواد. داداش کی گفته نباید بری همون؟ شما فرداش میتونی بری همون. یه صابون آنتی باکتریال بگیرن داروخونه، یه پماد استفتا هم بگیر، هر روز مرطوب نگهش دار. بابا تتو درد نداره نترس. یه بس شیر و تریاک بزن پاشو بیا تتو ببر. چی داداش کی گفته باید تریاک بگیری؟ شما قبل از اینکه بخوای تتو رو بزنی اول باید شکم تو سیر کنی، یک استراحت بکنی، بعد رطوبت کامل رو به پوستت برسونی، بعد تشریف بیاری اینجا من براتون تتوتون رو اجرا کنم. میگی بابا پارسال تتو زدی، خب کم رنگ شده دیگه، تتو ترمیم میخواد دیگه. حالا تتو جدیدی که آمدی زدی اونم برای ترمیم میکنه. تتوهایی که میزنن ترمیم نداره. البته بستگی به نگهداری خودتون هم داره که چجوری مراقبت کردین از اون پوست و از اون تتو. چی؟ اینستاگرام کجا بود؟ برا رو از این نوکیاهای ساده داره. برو دست من زدم، برو نگاه کن دیگه. کارم توی پیجم هست، میتونی فالو کنین و دنبالم کنین. با امضای دست خودم هست. معمولا کارمو با امضای دست خودم میزنم. هر تتو آرتیستی امضای دست خودشو داره. شما هم اگه دوست داشتی میتونی فالو کنین و حمایتم کنین.